به نام خدا، به نام خالق ایتن، به نام زن افغان بنیاد وطن، به نام ایتنی که رد شلاقا روشه، به احترام مرگ همیشه سیاه پوشه، به نام کودکی که از کودکی محرومه، به فضای چارچوب خونه محکومه، به نام ای قلم که سلاح دست منه و صدایی که امروز فریاد نسل منه. بذار حقیقت رو به تو بگه ای داستان، داستان زنان بیدفاع افغانستان، از زنانی که یوم طعم درد چشیدن، تحت حکومت ظلم و ستم قد کشیدن، از زنانی که با مانه ها حصار شدن، به دلیل خواستن حقوق سنگسار شدن، زنانی که سوختن تا روشن باشه چراغنا، بی اجازه نفس کشید بریده شد دماغنا، زنانی که وادار شد به ازدواج زوری، احساسات نامرد خوردر دادن از مجبوری. اینجا هر خطای سمت زن انگشتا، چقدر طاقت دیار